سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوایم بریم ادامه کانفیگای DW ما بگیم. خب فکر میکنم حالا بازم جلوتر ادامه داشته باشه. فعلا این رو بگم که یادم هست تو ویدیوی قبلی نتونستم در موردش صحبت بکنم چون حجم ویدیو بالا رفت. توی DWM وقتی شما میاید کلید کم کردن صدا رو بزنید، هیچ اتفاقی توی DWM اتفاق نمیافته. چرا؟ چون DWM مینیماله و API یا برنامه‌ای براش توضیح داده نشده که اگر این کلید برای تو وارد شد و تو باید چه اکشنی رو انجام بدی. خب میاد به خود کاربر این اجازه رو میده، میگه که تو دکمه رو که زدی بیا برای DWM تو کانفیگ ها تعریف بکن، هر برنامه‌ای که برای مدیریت کارت صدا هست اون کلید، اون حالا رویدادی که رخ داده رو بده به اون برنامه با اون آرگومان ها و بره از توی برنامه حالا مدیریت بکنه کارت صدای شما رو. اگه یادتون باشه ما پالس اودیو رو نصب کردیم که بعدش من پیک وایر رو توضیح دادم. چرا؟ چون مدرن تر و بروزتر از پالس اودیو بود و یه آرگومانی داره که یه مزیتی داره نسبت به پالس اودیو که جلوتر حالا بریم اون آرگومان رو من بهتون نمایشش میدم. اگر که حالا تو سیستم شما پالس نصب هستش میخواید بیاد روی پیپ وایر، هیچ مشکلی نداره. پالس اودیو و پالس اودیو بلوتوثی که نصب کردید رو پاک بکنید و بعد پکیج و 4 تا پکیج نیازه. دستم خود روی پاوز میبخشید. میاد اینجا قسمت اینجا sudo pacman -s pip wire و pip wire also و پیپ wire pulse که اگر برنامه با پالس اودیو داره کار میکنه بتونه با پیپ وایر هم کار بکنه. واسه همین پیپ وایر پالس رو نصب میکنم و مهمترینش وایر پلامبر. اینو باید نصب میکنید و میگه که میخواید دوباره رینستال کنید تو اینا رو نصب داشتی، میگم نه. و اگه برای شما نصب نیست که یس رو میزنید و نصبش میکنید. بعد که این دستور رو بزنید، خب الان من اگه دکمه افزایش صدا رو بزنم رو 80% مونده و هیچ اتفاق خاصی نمیافته. میام یه کاری میکنم، میگم که توی X11 من برو سراغ ایونت هایی که رخ میده و برو سراغ ایونت کیبورد، یعنی هر ایونتی که از سمت کیبورد به میده رو بخون. من اگه دکمه افزایش صدا رو بزنم، من یک کلیک کردم اینو بیام بیرون، میگه که تو دکمه که تو X11 زدی به این اسم XF86 Audio Raise Volume. خب میام چیکار میکنم؟ اینو میبرم تو کانفیگ DWM، میگم پس اگر از X11 این کلید زده شد برو برنامه رو با اون آرگومانی که من به تو میدم اجرا بکن. من اینو از قبل کانفیگش رو دارم، توی دیسکریپشن ویدیو هم قرارش میدم. خب میام توی CD document و برای این ویدیو اولیمون vim میام. خب پس اونجا میگن که برو این کلیدا که توی X11 میزنم به اون اسم هستش، برو کتابخونه‌شو وارد کن و بدونی بفهمی که کلیدی که از X11 میاد مربوط به چه کلیدی رو کیبورد سخت افزاریه. حالا که وارد شد بیا یه آرای تعریف کن به اسم volume of cmd که میای اول از همه میگم که برو تو یوزر بین wpctl جایی که برنامه ها اکزیکیوتیبلشون قرار دادن. یعنی وقتی شما میخوای یه برنامه اجرا کنید میری تو یوزر بین، میگم برو یوزر بین wpctl رو بیار و آرگومان set volume رو براش تعریف بکن. بهش بگو که میخوام کارت صدا رو ست بکنم -l. این مزیتی که نسبت به پولس اودیو داره. پولس اودیو یه برنامه داره به اسم PACTL که ابزار واسه کنترل کارت صدا. اونجا نمیتونید شما سقف صدا رو تعیین کنید. شما اینجا میگی که من لیمیتش میکنم رو 100. یعنی چی؟ یعنی اگه دکمه رو نگه داشت بالاتر از 100 نمیره، چون تأثیری نداره برای کارت صدای من، تأثیری نداره که بشه 150 120 یا بالاتر دیگه 50 60 اینا. و میگم که چیکار کنم؟ برو برای دستگاهی که الان خروجی روش سته
خروجی ما ممکنه که هدفون باشه، HDMI باشه، اسپیکر خود لپتاپ باشه، یا اسپیکری که وصل شده به PC تون. میگم که برو اون دیفالتی که الان هست براش ولیوم رو 5% افزایش بده و بیشتر از 100% هم اجازه افزایش نداره. برای دکمه ولیوم دان هم همین، میگم اوکی اونم همین کارو بکن، 5% کاهشش بده. این فقط آرایه ها رو دارم تعریف میکنم، به کلید فعلا هیچ کاری ندارم. خب بعد میگم که برای دکمه مود هم بیا دوباره WPCTL رو بیا ست مود کن، برای اون دستگاهی که الان برای خروجیته انجامش بده. آخرشون هم یه نال میذارم، به معنای اینه که دیگه من ورودی ندارم، تموم شد، آرگومان های برنامه هم دادم و برنامه هم به دادم. یعنی انتهای کارتون یه نال بعد توی این آرایه تعریف بکنید توی C برای DWM. حالا اینجا من برایتنس هم آوردم واسه کاهش میزان روشنایی صفحه تو لپتاپ. من چون خودم لپتاپ ندارم نمیتونم ازش استفاده کنم، ولی تا جایی که یادمه بعد یه کانفیگی هم می نوشتید که میزان روشن صفحه‌تون رو در آخر که سیستم خاموش میشه یه جا ذخیره بکنه که بعد سیستم روشن میشه ریست نشه بره روی مقدار قبلی. میایید اینجا برای برایتنس CTL بعد بیاید پکیجش رو هم نصب بکنید. یعنی میایید این سودو پکمن -s brightness CTL. خب الان اینا فکر کنم رو سیستم نصب کردم، رینستال میخواد بشه. میگم نه نیازی به رینستال نیست، ولی برای شما نبود اینو نصب بکنید. پاکش میکنم و از توی این میام بیرون. برای اینم توضیح میدم. میگم که خب الان که برایتنس CTL نصب شد، دو تا آرایه هم اینجا تعریف میکنم. میگم برو برایتنس CTL رو بیار ست بکن 5%، یعنی 5% به میزان روشنایی اضافه کن یا ازش کم کن. بعد دیگه اینجا میام کلیدا رو تعریف میکنم، چون الان آرایه‌مو دارم، آرگومان ها هم داخلشون هستن. میگم که مودیفایر 0، من نمیخوام کلیدی همراه اینا گرفته بشه تا این اسپان انجام بشه. میگم مودیفایر نداره، تک کلید خود افزایش صدا رو زد، بیا اسپان بکن. چی رو اسپان بکن؟ چی رو ران بکن؟ بیا اون آرایه وول آپ، الان این داون، البته وول دان CMD رو که این آرایه و آرگومان ها رو با خودش داشته. تبلیغات چیمونم اومد، این رو میزنید و صدا حالا کم و زیاد میشه. برای پایینی هم همینطور. توی X11 این X کیه نبودش، ولی چون تو C میخواید بگید یه X کی هم کنارش میاد. پس اینا هستش تو دیسکریپشن، میتونید بردارید. من برای برایتنس لپتاپ حالا زیاد نمیدونم، چون نتونید، من رو ویرچوال باکس هم نمیاد سخت افزارشون بر بتونم مدیریت کنم، ولی سعی میکنم که سویچ کنم رو DWM که بتونم اینا رو دیگه کامل توضیح بدم. شما اینا رو کپی میکنید میبرید کجا؟ توی کانفیگ DWM. اینا میاد توی cd.config DWM ls vim config defh میارمش. خب من اینا رو الان کامنت کردم که بتونیم توی ایونت ها ببینیم به چه اسمیه. میام پس اول اینکلود میکنم، میگم که از X11 برو اون کلیدا رو بخون و بتونید سخت افزاری بدونید واسه چه کلیدیه تو زبان C. میام بهش میگم که خب اوکی، آرایه بالا بردن صدا، آرایه پایین آوردن صدا و آرایه قطع کردن صدا. عذرخواهی میکنم. و برای برایتنس هم دقیقا همین، میاد اینا رو از روی کامنت در میارید و کلیدها رو این پایین قرار میدید. بهتر این هستش توی ابتدا این کار رو نکنید، اینا رو بنویسید، بیاید سمت همین کلیدا، بالای جایی که کلیدا تعریف شده بیاید کتابخونه رو وارد بکنید، کامنت بکنید چیزایی که میخواید اعمال بکنید و بفهمید که چی و کجا قرار دادید، راحت باشه براتون. بعد میاید تو قسمت خودمون آرایه کی ها و شروع میکنید به توضیح دادن هر کلید قراره چه کاری رو انجام بده با اون توضیحاتی که داده. این الان من ذخیرش بکنم و بیام بیرون. الان بعد چیز کنم، کپی کنم sudo cp config
def h تو config h. کپی میشه و میگم sudo make clean install. همه رو دارم تو اون دایرکتوری DWM هم انجام میدم. بدون هیچ اروری انجام شد. الان اگه من دکمه رو بزنم همون 80% مونده، تغییری نمیکنه. چیکار میکنم؟ یه بار میام بیرون با کانفیگ جدید رانش میکنم start x. الان که من دکمه رو بزنم انتظار دارم بشه 85، بعد بشه 90، بعد بشه 95 و بعد 100 و دوباره اگر زدم از 100 دیگه بالاتر نره و برای پایین اومدن هم همینطور بزنم میاد پایین. نگه هم دارید میرسه به 0 بالا هم نگه دارید، یعنی هی دکمه این اسپان رو انجام میده. قبلا اینطوری نبود ولی الان جدیدا اینجوری شده که دیگه براش نیازی نیست دوباره یه کانفیگ یا انجام بدید. این از این. برای برایتنس هم حقیقتش برای خود من چون که این ویرچوال باکس نمیشه. خب اگر مشکلی بود توی دیسکریپشن برام بنویسید، چه توی کامنت ها بنویسید، من ببینم چیه پیگیری کنم بهتون توضیحاتشو بدم. ولی این اینطوریه. پس اینم از این. خب برسونش به اون 100. این از این. این در اصل عیب نیستش چون مینیماله، به شما اجازه میده اون جوری که خودتون میخواید بیاید اون ویندوز منیجرتون رو طراحی بکنید. و اینکه مینیماله خوبه دیگه، برنامه‌های زیاد و الکی رو سیستمتون نصب نمیشه. پس این از این. تا بریم برای ویدیوی بعدی که برای مونت کردن دستگاه‌های بلاک دیوایس ها به سیستمه، چون که شما دیگه الان با CLI بیشتر باید کار بکنید. پس فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.